راستی تا یادم نرفته اینو بهت بگم، ببین این کاملا طبیعیه که وقتی وسط یه تغییر بزرگ توی زندگیت هستی احساس خستگی، غم یا بی‌رمقی کنی. مخصوصا وقتی مجبوری از چیزی که خوبه دل بکنی فقط به امید رسیدن به چیزی بهتر. تغییرهای عمیق آسون نیستن. اونا میان که رشدت بدن، که به بلوغ برسی. بلوغ یعنی وقتی که با هر موجی از پا نیفتی. یعنی بدونی زندگی همیشه بالا و پایین داره و دیگه دنبال کامل بودن نیستی. یعنی وقتی سخت میگذره به خودت سخت نگیری. قدردانی کن و وقتی لحظه های خوب میان با همه وجود لمسشون کن. اما بعد اینکه خودتو پیدا کردی چی؟ اون وقت چی میشه؟ اون وقتی که کم کم یاد میگیری به خیلی چیزا نه بگی تا به چیزایی که واقعا برات ارزش دارن آره بگی. دیگه دنبال رضایت بقیه نمیدوی، فقط کاریو میکنی که قلبت بهت میگه درسته. با آدمایی همراه میشی که درخششتو بیشتر کنن. تو این مرحله که میپذیری مسئول احساسات دیگران نیستی، اونجاست که تازه آزادی رو نفس میکشی. اونجاست که زندگی واقعی تو شروع میکنی. بعضیا تو رو میفهمن، بعضیا نه. ولی مهم اینه که تو خودتو بفهمی. مهربون باش با آدما، همراه باش، ولی یادت نره تو هم حق داری برای خودت زندگی کنی.